قراره با هم توی این ویدیو بازیگران ترکی رو ببینیم که قبل از اینکه ازدواجشون رو رسمی کنن بچه دار شدن. بعضی از اونا بعدها ازدواج کردن و در کمال تعجب خیلی هاشون فرار کردن و عشقاشون رو با بچهشون تنها گذاشتن. برای دیدن این ویدیوی جذاب و دیدنی همین الان روی دکمه عضویت کانال یوتیوبی لنز کلیک کنید. بازیگرای ترکی که قبل از ازدواج بچه دار شدن اما بعضیشون ازدواج نکردن. توبا بویکوستون. توبا و همسرش اونور توی سریال آسی با هم آشنا شدن. توبا و اونور در سال 2011 با هم ازدواج کردند، در حالی که در مراسم عروسیشون توبا 2 قلو باردار بود. اون اسم دختراش رو که ژانویه سال 2012 به دنیا اومدن توپراک و مایا گذاشت. نتیجه این ازدواج طلاق بود. اونا در سال 2017 از هم جدا شدن و بچه‌ها به دور از وجود نعمت پدر و مادر به طور همزمان کنار توبا زندگی میکنن. مریم اوزلی. مریم با جان آتش وارد رابطه شد و اون رو برای آشنایی با خانواده‌اش به آلمان برد، اما خیلی زود خبر جداییش رو منتشر کرد. اون اعلام کرد که رابطه‌اش با جان آتش تموم شده. آتش اون رو رها کرده اما از اون بارداره و قصد داره فرزندش رو نگه داره. اون در سال 2014 صاحب 1 دختر زیبا به اسم لارا شد. زندگی مریم اوزلی فراز و نشیب زیادی داشت و حتی مدتی هم افسرده بود. لارا دختر زیبای اوزلی تنها از وجود مادر بهره میبره. نورگل یشیلچای. نورگل قبل از ازدواج با جم اوزر به پسر اولش عثمان باردار بود. نورگل در حالی مراسم عروسی رو گرفت که باردار بود و چند ماه بعد از عروسی فرزندش رو به دنیا آورد. این ازدواج هم دوامی نداشت و در سال 2010 به جدایی منجر شد. پسرش الان برای خودش مردی شده و تقریباً 17 سالشه. اوزجان دنیز. اوزجان با فیضا آکتان 25 ساله وارد رابطه شد. اون در حالی که فیضا 7.5 ماه باردار بود باهاش ازدواج کرد. فیضا توی مراسم عروسیشون لباس سیاه پوشیده بود که گفته میشه به احترام سربازای ترکیه بوده. اونا صاحب 1 پسر زیبا به اسم کوزی شدن. این تنها فرزند اوزجان از بین تمام روابط متعددش بود. اما اوزجان و فیضا هم حتی نتونستن 1 سال کنار هم بمونن. اونا 20 سال اختلاف سنی داشتن و فیضا به دلیل خیانت اوزجان ازش جدا شد. باریش آردوچ. باریش آردوچ و گوبس اوزای سال هاست که با هم رابطه دارن و زندگی خوبی رو هم کنار هم دارن. اما چند وقت پیش خیلی ناگهانی مراسم عقدی رو برگزار کردن. بعد از مراسم عقد شایع شد که گوبسه 4 ماه بارداره و این عجله برای عقد هم ناشی از همینه. البته هنوز صحت این خبر تایید یا رد نشده. برگزار کورل. برگزار قبل از ازدواج با خالد ارگنج فرزند اولش علی رو به دنیا آورد. عشق اونا در خلال سریال عشق باقی میماند شروع شد و در سال 2009 منجر به ازدواج شد.
اونا امسال هم صاحب یه فرزند پسر به اسم هان شدن. پلین کاراهان. پلین وقتی با همسر دومش بدر گونتای ازدواج کرد 3 ماه باردار بود. اون در سال 2014 ازدواج کرد و کمتر از 5 ماه بعد پسرش علی دمیر به دنیا آمد. اونا در سال 2017 هم صاحب یه پسر دیگه به اسم کان ایوب شدن. بورا گولسوی. بورا که چند بار ازدواج کرده بود و هر بار ناموفق بود، با نیلوفر گوربز در حالی عروسی کرد که 4 سال از آشناییشون میگذشت و اون 2 ماه باردار بود. همسر بورا اخیراً فرزندش رو توی یه بیمارستان خصوصی به دنیا آورد. اسم پسر بورا جم هست و به خاطر اینکه بورا از چشم بد برای پسرش میترسه کمتر عکسش رو منتشر میکنه. سرنای ساریکایا. سرنای که رابطه عمیقش رو با کرم بورسین با شرط و شروط عجیب و غریب به پایان رسوند، با جم ییلماز که باهاش اختلاف سنی خیلی زیادی داره رابطه برقرار کرد. این اواخر هم خبری مبنی بر تصمیم این دو برای عقد پخش شده که البته رسانه ها علتش رو باردار بودن سرنای میدونن. سرنای و جم هنوز هیچ کدوم این خبر رو تایید نکردن. خب دوستای لنزی، دیدین که سرنوشت خیلی از این بچه ها محروم شدن از نعمت وجود پدر و مادر بود. نظرتون رو در مورد این ویدیو برامون کامنت کنید. اگه از دیدن این ویدیو لذت بردید لایک یادتون نره.